салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои тозаи тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. имрӯз панҷшанбе 26 август абдулло ашуров ҳастам дар хидмататон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз. фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ дар тоҷикистон мегӯянд даъватҳо барои пайвастан ба гурӯҳҳои мухолифи толибон дар афғонистон қонунӣ нест. мустақим рафта наметавонад, чунки ҷиноята сарҳадро убур мекунад. ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯянд занозании муҳоҷиронро гурӯҳҳои манфиатдор ташкил мекунанд ва муҳоҷирон бояд ба иғво дода нашаванд. қонун зидди иттилои бар дурӯғ ё фейк дар қирғизистон худ аз роҳи тақаллуб қабул шудааст. ман компютери худамро хомӯш накардам, ҳамкоронам ба ҷои ман овоз доданд. як ҳавопаймои низомии русия шаҳрвандони тоҷикистонро аз афғонистон بیرون آورده است ولی شماره آنها دقیق نیست. وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که هواپیما روز 25 اوگوست در شهر حصاری تاجیکستان فرود آمد. یک روز پیش وزارت دفاع روسیه خبر داده بود که 4 هواپیمای نظامی این کشور از افغانستان بیش از 500 نفر از جمله شهروندان تاجیکستان را بیرون می آورد. طالبان گفتند که تا 31 اوگوست باید جریانی از کشور بیرون شدن خارجی ها پایان یابد. پیشتر سفارت روسیه در کابل گفته بود که به فرق از نمایندگی های دیپلماتی کشورهای غرب و اروپا، صدها همکار آنها کارشان را در کابل ادامه می‌دهند. از زمان شروع کوچ دادن از فرودگاه کابل، امریکا و همپیمانانش نزدیک به 90,000 کس را از افغانستان بیرون آوردند. در پسمنظر تحولات افغانستان و شکل گرفتن یک سنگر مقاومت میان کاربران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی بیانیه نشر شد که در آن گفته میشد یک گروه از جوانان شهر کلابی تاجیکستان خواستار پیوستن به رزمندگان پنشیر شدند. تحلیلگران میگویند این دعوت ضد قانون‌های تاجیکستان است، چون میتواند چند سال حبس را نیز در پی داشته باشد. تا کجا تصمیم جوانان برای پیوستن به رزمندگان در افغانستان جدی است و مقامات در این باره چی میگویند؟ همکارم برات یوسفی گزارش میدهد. خبری آمادگی یک گروه از ساکنان منطقه کلاب برای رفتن به افغانستان و پیوستن به جبهه پنشیر در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا و هم‌آوازی به بار آورد. مؤلفان این پیام گفتند برای اجرای نقشه خود اجازه رهبران کشور را درخواست کردند. مقامات رسمی این پدیده را شرح نمی‌دهند. با وجود سر و صداها هیچ یکی از پهن‌کنندگان این پیام حاضر نشد هدف خود را شرح دهد، اما رئیس حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده میگوید راهی که این جوانان پیشنهاد کردند ضد قانون‌های کشور است. مستقیم رفتن نمیتواند، چونکه جنایت سرحد را عبور میکنند. اونها میتوانند فقط به طور قانونی به ارتش دولتی ما وارد شوند و در حالت کمک خواستن از طرف دولت افغانستان، دولت ما میتواند رسما اینا را همچون یاری بشردوستانه، یعنی همچون نفرایی که میخواهند برند در اونجا جنگ کنند، خب با پنشیر خب روانه کند. لیکن این باید یک به رسمیت دولتی دیپلماتی باید داشته باشد. این نیست که ما همون دایره را عبور کنیم و در اونجا خب بگذاریم در اونجا جنگ سر کنیم. برخی از کارشناسان پیدا شدن چنین داوطلبان را به احساسات ملی بستگی می‌دهند، ولی آن را دخالت به امور کشوری بیگانه می‌شمارند. حکومت ما و کارهای داخلی دیگر دولت‌ها دخالت نمی‌کند و اما این یک هشدار با طالبان است که پیش از آنی که سر تاجیکانی، سر هم‌ملتانی ما در آن سوی آمو که حکومت را امروز به طریق زور غصب کرده اند، یگان نیت‌های بد مخوف داشته باشند، اندیشه کنند که هر عملکرد آنها به پاسخ نمیماند. اظهارات جوانان کلاب چند روز پیش از آن صدا داد که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 25 اوگوست گفت کشورش احترام و رعایت حقوق تاجیکان افغانستان را تقاضا می‌کند. وی افزود تاجیکان 46% اهالی افغانستان را تشکیل می‌دهد و کشورش حکومتی را اعتراف نخواهد کرد که به حقوق همه مردم افغانستان احترام قائل نباشد. سر و صداهای حمایت از حقوق تاجیکان افغانستان در جامعه نیز شنیده می‌شوند، ولی مردم در این باره اندیشه‌های گوناگون دارند. پنشیر همش ملت تاجیک او را اگر باید که یک دستگیری کردن در کره. من نمیدونم در
وای حکومت قدی باشه یا که بچه‌ها все равно ممکن بروند. در وقتی جنگ شهروندی و ما یوغنام رو دادن ما را میتونیم که به یوغنام غیر از مصلحت دیگه فعلا چیزی در کار نیست تو با اون مردم تماما کلش از جنگ خسته است، کلش در گریز است. من شخصا من خودم آمد جنگ ما آمدم اینجا پناه بردیم. در تاجیکستان نهادهای آموزش افکار عموم فعال نیستند، ولی به گزارش آنها نیز به نظر می رسد که افغانستان به یکی از موضوعهای روز تبدیل یافته مشکلات دیگری روزافزون مردم از جمله بالاروی نرخ و نوا و رعایت حقوق انسان را در اینجا به پس منظر تبدیل داده است. حامیان حقوق انسان در روسیه میگویند افزایش زنازنی‌های عمومی میان مهاجران هدف‌های معینی سیاسی دارد. به عقیده آنها برخی از کشاکش‌های گروهی میان قرغیزها و تاجیک‌ها یا چچن‌ها و ازبک‌ها در روسیه به معرکه‌های انتخاباتی پارلمانی این کشور وابسته بوده می‌تواند. همکارم میرزانبی خالقزاد مسئله را با چند حامی حقوق در میان گذاشت و حالا با ما در استودیو است. میرزانبی، از صحبت‌های شما چی نظر و عقیده‌های پیدا شد؟ عبدالله، بله، در صحبت اکثر حامیان حقوق و خودی مهاجران میگویند واقعا قسم زیادی از این کشاکش‌ها به بهانه ناچیز سر میزنند و افرادی آنها را انگیزش میدن که به خودی مهاجران پیوندی کمترین دارند. معرکه سازی بودن آنها سبب شده است که حالا زنازنی مهاجران به یکی از موضوعهای داغ مطبوعات و بحث‌های تلویزیونی و هم انتخاباتی تبدیل یافته است. حزب و نامزد و گروهایی که همیشه مهاجران را سبب ناکامی اقتصادی و مشکلات اجتماعی روسیه می‌دانند و هم حس ملت‌گرایی شهروندان روسیه را انگیزش می‌دهند، حالا فعالانه از این موضوع در معرکه انتخاباتی سوء استفاده می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها به وسیله انگیختن مهاجران به جان همدیگر نیز تبدیل شدند. والنتینا چوپیک، یک حامی حقوق مهاجران، در مراجعتش به مهاجران طریق یوتیوب میگوید مشاهده‌های ما نشان میدهد که این نوارها را به زبان ازبکی، قرغیزی، تاجیکی از طرف شخصان نوشته و پخش میشوند که زبان را درست نمیدانند، یعنی نماینده‌های این زبان‌ها نیستند و به قول والنتینا چوپیک مخصوص مینویسند و دسیسه میکنند. یکی از حامیان حقوق دیگری تاجیک، محمد صابر، همراه با همین خانم چوپیک در همین نوار شبکه اجتماعی در رابطه به همین مسئله چنین میگوید: و علمایی که در وقت جنگی که در همون جنگ خوش باشن همواره بخپن، همشون دیپورت میکنن، 40 ساله دیپورت میکنن. حاجی ما تا جایی که ما معلومات داریم وقتی که با همون چچنا جنگ کرده بودن بچه‌ها، یک مقدار چند آدم کش بودن در همین جنگ، در یک اکسیژن زندگی میکردن. بعد همون جنگ اومده از اکسیژن 50 نفر، زیاده از 50 نفر شهروندای تاجیکستان گرفته ورده دیپورت کردن. حاضر همون در سپسپریومی که ایگورس هستن از همونجا هر روز ما را زنگ میزنن. پس راه حل این مسئله چی است میرزانبی؟ حامیان حقوق چی مشورت میدهند؟ ببینید، حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکنند که به این دسیسه ها داده نشوند و در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی لایک نگذارند، شرح و توضیح ننویسند. آنها مصلحت میدن در صورت پیش آمدن چنین مسئله به مرکز مبارزه علیه تندگرایی در مسکو مراجعت کنند. والنتینا چوپیک میگوید هدف این نوارها به هم شورانیدن مهاجران است و احتمال این کار را گروه‌های منفعت‌دار قبل از انتخابات پارلمانی در روسیه هدفمندانه تشکیل کردند تا مهاجران را در چشم جامعه یک طایفه بد تبهکار و اوباش نمایش دهند. حتی کار به جای کشیده شده است که برخی از نامزدها به پارلمان روسیه در سخنرانی خود پیشنهاد اخراج مهاجران را میکنند و کارمندان پلیس تحت این گونه تشویقات با هر بهانه مهاجران را بازداشت میکنند و در حال حاضر تنها در بازداشتگاه ایگورسک ولایت مسکو 44 مهاجر تاجیک نگهداری می شود. آنها میگویند تا 19 سپتامبر، یعنی تا روز برگزاری انتخابات در روسیه، و از همین گونه ادامه میکند و از مهاجران خواسته می شود که به همین دسیسه ها گرفتار نشوند. در گذشته هم قبل از معرکه‌های انتخاباتی در روسیه موضوع مهاجران داغ میشد. تشکر میرزانبی برای صحبت. دادگاه ناحیه‌ای
کوزمینکی شهر مسکو بیشتر از 30 اشتراکچی زنازنی میان قرغیزها و تاجیکها را در نزد متروی کوزمینکا به جوابگری ماموری کشیده بود. ضمناً در مجموع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 42 اشتراکچی زنازنی گروهی مهاجران به جوابگری ماموری کشیده شدند. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که گروهی از مهاجران آسیای مرکزی برای زنازنی در نزد متروی کوزمینکی مسکو در شب 11 ایول با قرار دادگاه جریمه و از قلمروی روسیه اخراج کرده می‌شوند. صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان قانون درباره حمایت از اطلاع بر دروغ را امضا کرد. میان مردم این سند چون قانون درباره فیک ها معروف است. گلشت اسیلبایووا و اینورا آسمانووا دو وکیل پارلمان سال قبل خواستار قبول چنین قانون شده بودند. آن زمان این تشبث واکنش پرموج قرغیزستانی ها را به بار آورد و باعث چند نمایش های اعتراضی هم شد. گزارش تلویزیونی نستایش فریم را در این باره همکارم میرزا نبی خالقزاد تقدیم میکند. این قانون پهن کردن خبر دروغ را در اینترنت منع می کند. یعنی شخصی که در شبکه اینترنت درباره خود معلومات دروغ را مشاهده می کند حق پیدا می کند که از شخص نشر کرده محو کردن آن را طلب کند. اگر شخص در دوام 24 ساعت این کار را نکند آن شبکه بسته می شود. بر زمین این صاحبان سامانه و کاربران عادی عهده دارند که در شبکه نامناسب و پشت الکترونی خود را نویسند. یعنی از این به بعد کاربران بی نامناسبی اصلی غیر قانونی شمرده می شوند. فیک این بد است، این دروغ است. موضوعی به اصطلاح قانون درباره فیک ها بیش از 1 سال باز ادامه دارد. در آغاز قانون درباره اطلاع گیج کننده نام داشت. سال گذشته با وجود اعتراض حامیان حقوق، ژورنالیستان وکیلان برای قبول آن رأی دادند. فعالان و کارشناس مطبوعات گفتند این قانون نه بر ضد فیک ها بلکه برای حمایت حکومت از انتقاد مردم در اینترنت قبول شده است. سخنی آخرین را از پرزیدنت آن زمان سورونبای ژینبکوف انتظار بودند. فعالان جامعه شهروندی از او تقاضا کرده بودند که این لایحه را رد کند. با نظرداشت اهمیت جمعیتی این مسئله و ضرورت تنظیم پره حقوقی این ساحه پیشنهاد می شود که لایحه این قانون از جمله سوبیکت های مناسبات حقوقی، مکانیزم اجرای آن، جنبه های تکنیکی، مدیریت این مسئله با جلب نمایندگان جامعه شهروندی، کارشناسان و کارمندان اداره های دولتی بازنگری شود. تقریبا 1 سال این قانون فراموش شده بود، اما در آغاز تابستان وکیلان باز به بررسی آن بازگشتند. واقعا لایحه کمی تکمیل یافته نامش عوض شده بود. 3 ایون وکیلان لایحه را رد کردند و ماه پس دوباره به بررسی آن بازگشتند و تقریبا یکدلانه از آن جانبداری کردند. این کار ضد قاعده کار پارلمان صورت گرفت که تنها پس از نیم سال باید به بررسی لایحه رد شده برمیگشت. در روزنامه مجلس این مسئله نبود. من کامپیوتر خودم را خاموش نکردم. همکارانم به جای من آواز دادند. بر علاوه چند وکیل دیگر از جمله ایسولو مماشووا اظهار داشتند که برای قبول کردن این قانون پرزیدنت صادر جباروف در یک ملاقات با وکیلان در بوستانسرای دولتی پافشاری کرد. میراب‌های اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان در مورد تقسیم و استفاده آب‌های منطقه با یکدیگر موافقه کردند. این سازش در ملاقات میان مقامات آبیاری دو ناحیه همسرحد هفته گذشته در اسفره به دست آمده است. رستم شامیر سعیدوف سردار اداره بهداشت زمین و آبیاری اسفره 25 اوگوست به رادیو آزادی گفت در ملاقات ترتیب استفاده از آب را حل کردند و تاجیک ها از نهر قرغیزها آب میگیرند و آنها از نهر و جویبارهای تاجیک ها. مقامات هر دو طرف هر سال بر سر تقسیم آب با همدیگر سازش می‌بندند و به صورت عموم این سازش ها رعایت می شود. و بیننده ارجمند تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. برنامه اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترس است. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.